من درونگرام. نمیتونم وارد رابطه عاطفی بشم. چه کار کنم؟ نه، ببین، این بزرگترین اشتباهیه که در مورد درونگراها وجود داره. بذار همین اول یه چیزی رو شفاف کنم. مشکل تو درونگرا بودنت نیست. مشکل اینه که فکر می‌کنی درونگرایی یک عیب یا مانع برای رابطه است. جامعه و فیلم‌ها به ما گفتن آدم جذاب اونیه که توی مهمونی صدای بلند داره، مرکز توجه و راحت سر صحبت رو با 10 نفر باز میکنه. این تعریف برونگراهاست. اما قدرت تو یه جای دیگه است. درونگرایی ناتوانی در ارتباط نیست، ترجیح در ارتباطه. ببین، تو به عنوان یک درونگرا احتمالاً شنونده فوق‌العاده‌ای هستی. تو حرفهای سطحی رو دوست نداری و دنبال ارتباط عمیق می‌گردی. در حالی که یه برونگرا ممکنه با 10 نفر همزمان ارتباط سطحی داشته باشه، تو دنبال یه ارتباط با کیفیت با یک نفری. و حدس بزن چی؟ آدم‌ها چه دختر و چه پسر در نهایت تشنه اینن که دیده و شنیده بشن. اونها کسی رو نمیخوان که فقط حرف بزنه. کسی رو میخوان که عمیقاً بهشون گوش بده و درکشون کنه. این ابرقدرت توئه. حالا راه حل چیه؟ سعی نکن برونگرا باشی. این بزرگترین اشتباهه. تو اگه نقش بازی کنی، هم خودت خسته میشی و هم طرف مقابل حس میکنه تو صادق نیستی. راه حل اینه، از قدرت‌هات استفاده کن. 1. محیط رو عوض کن. تو در محیط‌های شلوغ و پر سر و صدا مثل مهمونی‌های بزرگ انرژی از دست میدی و نمیتونی خودت باشی. پس اونجا دنبال رابطه نگرد. 2. برو به محیط‌های خودت. برو جایی که گفتگوی عمیق شکل میگیره. یک کافه دنج، یک ورکشاپ یا کلاس آموزشی مثل نویسندگی، عکاسی، یک گروه کوهنوردی یا حتی اپلیکیشن‌های دوستیابی. تو در گفتگوی 1 به 1 می‌درخشی، نه در جمع. پس یادت باشه درونگرایی تو مانع نیست، فیلتر توئه. این فیلتر آدم‌های سطحی رو حذف می‌کنه و فقط اونهایی رو جذب می‌کنه که دنبال یه ارتباط واقعی و عمیق هستن. دقیقاً همون چیزی که تو میتونی ارائه بدی. اگه شما هم سوالی داری که ذهنتو درگیر کرده، تو کامنت بپرس تا سریع جوابشو بگیری.